اگر اسکوترتون گم بشه و یا دزدیده بشه چطور پیداش میکنین؟ امروز میخوام دو روش ردیابی رو براتون توضیح بدم. یکی ردیاب خود اسکوتر هست که بر اساس سیستم فایند مای نتورک اکوسیستم اپل کار میکنه و دومی جی پی اس های سیم کارتی سینا آلارم 903 که به صورت مستقل کار میکنن. کدومشون بهتره؟ بیاین با هم بررسیش بکنیم. اکثر اسکوترهای امروزی از سیستم اپل فایند مای پشتیبانی میکنه. این یعنی میتونین اسکوترتون رو مثل یک ایرتگ به اپل آیدیتون وصل بکنین. چطور کار میکنه؟ وقتی اسکوتر گم بشه یا دزدیده بشه، زمانی که یک گوشی موبایل آیفون یا یک آیپد، مهم نیست برای چه شخصی باشه، از کنار این اسکوتر رد بشه، این اسکوتر موقعیتش رو برای اون گوشی ارسال میکنه و اون گوشی این موقعیت رو در اکوسیستم اپل ثبت میکنه و زمانی که شما نرم افزار اپل فایند مای رو داخل گوشیتون باز بکنین و اسکوترتون رو پیدا بکنین، آخرین موقعیتی که ثبت شده رو به شما نمایش میده. مزیت این سیستم چی هست؟ اینکه نیاز به اینترنت و سیم کارت خود اسکوتر نداره، ولی یه مشکل بزرگ داره، اینه که ریل تایم نیست و اسکوتر اگر در پارکینگ و جاهای دور افتاده باشه و نتونه با گوشی‌های موبایل آیفون ارتباط بگیره، عملاً هیچ موقعیتی رو ارسال نمی‌کنه و شما نمیتونید اسکوتر رو پیدا بکنید. نکته بعدی اینه که برای اون آیفونی که قرار از نزدیک این اسکوتر رد بشه یه سری شرایط هست. باید این که بلوتوث اون گوشی روشن باشه و سیستم فایند مای نتورک اون گوشی فعال باشه و موانع فیزیکی ضخیم مثل دیوارهای بتونی یا دیوارهای فلزی بین این دوتا دستگاه نباشه. مزایاش چی هست؟ مصرف باتری خیلی کمی داره، نیاز به سیم کارت و هزینه‌های ماهانه نداره و سادگی راه اندازی رو داره. معایبش هم همونطور که خدمتتون عرض کردم فقط با دستگاه‌های اپل کار میکنه. یعنی اگر شما یه گوشی اندروید داشته باشین و اکانت اپل نداشته باشین، نمیتونید از این سیستم استفاده بکنین. اما جی پی اس سیم کارتی، این مدل جی پی اس ها، جی پی اس سینا آلارم مدل 903 بسیار کوچیک و جمع جور هست. داخل این جی پی اس ها یک سیم کارت قرار میگیره و این جی پی اس خودش به صورت مستقل با ماهواره‌های جی پی اس ارتباط میگیره و مکان دقیقش رو از طریق سیم کارت داخل جی پی اس، چه اینترنت و یا از طریق اس ام اس، برای شما ارسال میکنه. یه اپلیکیشن مخصوص هم داره که داخل گوشی نصب میشه و شما میتونید به صورت ریل تایم مسیرهایی که حتی طی کردین رو و مسافت‌هایی که رفتین رو ببینید. این مدل چون کوچیک و جمع جوره تا 10 روز شارژ نگه میداره و بعد مجدد باید داخل شارژ بزنین. مدل 906 همین جی پی اس یه مقدار بزرگتر هست و تا 2 ماه باتری نگه میداره و بعد از این مدت شما مجدد باید جی پی اس رو شارژ کنید. مزایاش چیه؟ پوشش جهانی داره تا زمانی که اینترنت سیم کارت روش برقرار باشه. دقت مکانیابی بالا داره، مناسب برای مناطق دورافتاده و خلوت هست. معایبش چیه؟ نیاز به هزینه سیم کارت و اینترنت هست و مصرف باتری بیشتر نسبت به سیستم فایند مای اپل و نصب یک مقدار پیچیده‌تر. البته این مدل نه، این مدل مناسب حتی حیوانات خانگی هست. یک کیف کوچیک داره که به گردنبند حیوانات نصب میشه و خیلی راحت شما میتونید حیوان خانگیتون ردیابی بکنید، یا میتونید در قسمت هایی که این اسکوتر داره نصبش بکنین، یا حتی در قسمت هایی که مخفی هستن روی دوچرخه ها راحت نصب میشن، کوچیکه و قابل دیدن هم نیستن. حالا بیاین بریم دقت هر دو رو تست بکنیم و نتیجه رو ببینیم. برای تست دو مدل ردیاب من جی پی اس سیم کارتی رو که اینجا گذاشتمش و جی پی اس خود دستگاه هم که همیشه فعال هست. من از اسکوتر فاصله میگیرم و از طریق نرم افزار عملکردش رو میبینیم.
الان ببینین موقعیت اسکوتر رو جایی که من وایستادم داره نشون میده، در صورتی که اسکوتر تو این بخش نیم دایره هست، تو این بخش نیم دایره‌ای که روی نقشه میبینین هست. ولی این اسکوتر چون الان به گوشی من که نزدیکترین آیفونی هستم که به اسکوتر هست وصل شده، موقعیت رو اونجا داره تشخیص میده. موقعیت حدودیش فکر کنم حدود 15 متر تا 20 متر من فاصله دارم با اسکوتر. یعنی تا شعاع 20 متر الان تو این منطقه شما باید دنبال اسکوترتون بگردین ببینین که کجاست. حالا بیاین نرم افزار GPS رو چک بکنیم. ببینین دقیقاً همون مکانی که خود اسکوتر وایستاده داره نشون میده. و زمانی که روی موقعیت کلیک میکنین مشخصات GPS رو داره به شما نمایش میده که میزان باتری چقدر هست، آنلاین هست یعنی سیم کارت داره کار میکنه یا نه، ارتباطش با ماهواره ها برقرار هست یا خیر. دقیقاً موقعیت GPS رو زیر اون قسمت چوبی این منطقه داره نشون میده. عملکرد دوتا سیستم رو دیدین، حالا تصمیم با شماست. شما کدوم رو ترجیح میدین؟ نظرتون رو برام کامنت بکنید.